шояд як лаҳзаҳои таърихӣ, як лаҳзаҳое ки дар дил то абад боқӣ мемонад. Парчами ҷумҳурии Тоҷикистон баланд мешавад ва ба ҷаҳониён муаррифӣ мешавад. گشتینگیر وزن نداشت. قهرمانی جهان 70 دولت دنیا در سطح عالی. عموما در تاجیکستان تا سالهای 50 چند عصر گذشته را گوشتین وزن نداشت. قاعده عمومی نداشت. پیش وقت چندان معرکه‌های تری با حشمت گذرانده نمیشید. چند بار همون قاعده گوشتین ملی تغییر یافت. در میدان رقص بازی میکردند و مثلا حرکت های پهلوانی میکردند. این نه به معنای خود نشان دادن بود. این بسیار به معنای آن بود که یعنی که ترس، وهم، دلگی و ناباوری را از خود دور میکردند و دقتی یعنی دیم بدن خود را گرم میکردند. پدر و بابامو نقل میکردن که میخیل میومدن هر ناحیه همون و اشقتی بگشقتی و هر ناحیه دیگر پهلواناش قتیش بدن. امنا گوشتین میگرفتن و بعد علال خصوص در اون وطنهای ما هم در همون بیگی وای درواز اومده از در وطن ما در وانجا میخیل کارا را نقل میکردن که پهلواناش نه کوتاهیگه پهلوانای میری بدن، زور بدن. بعضا وقت میشید مقصد یاد داریم که سالهای 76-77 در ناحیه وسه گوشتین کلان برای جشنگیری وقتی که شادروان سعیدمین رحیموف چمپیونی جهان شده بود، بعد از این در آنجا بسیار یک مسابقه کلانی گوشتینگیری تشکیل کرده بودند. در دوره اتحاد شوروی ماشین فقط برای پختکارا میدادن و برای من کسی که گوشت و پیله و پخته و اینو وایش هم یک تنین تا میدادن. بینید که در دوره صاحب سلالی مملکت در یک سال صدها ماشین در روزهای نوروزی و جشنهای همین وای میمونن مردم. ببینید فقط ما میبینیم که در یک معرکه جشن نوروزی گوشتین ملی یک اوج میگیرد به همین به خاموشی میرود. گوشتین ملی را چطور که نوروز را جشن میگیریم گسترش داد، انکشاف داد. این پیشنهاد محترم جناب عالی بود که در نوروز خوجند 2015 با کمیته کار با جوانان و با فدراسیون گوشتینگیری تاکید کرد که گوشتین ملی نه اینکه تنها در روزهای جشن و مراسم ها بلکه در تمام فصل سال در جشن و مراسم ها در سطح عالی برگزار کرده شود و به سطح بین المللی برآورده شود. مقام بین المللی گرفتن گوشتین ملی در صحیفه های ورزش مملکت چون رویداد مهم تاریخی و دستاورد ورزشی گردید. بعد بین المللی شدن ملی یعنی که آمادگی ها و سیقل دادن مهارت گوشتینگیری وابسته به جوابگوی گوشتین‌های بین المللی عمل کرده ایستاده است و افتخار از آن باز میکنیم که امروز در گوشه و کنار جمهوری تاجیکستان در هر یک منطقه فدراسیون های ملی خود را گشاده
و برای رواج رونق دادن این نمود ملی یعنی کوشش به خرج داده ایستاده‌اند. این یک دستاوردی به‌نهایت بزرگ است، زیرا ما وقتی خردسال بودیم از همین کشتینگ ملی شروع نمودیم که در میدان‌های وسیع، در میدان‌هایی که کشتینگیری میشد ما برآمده قوه‌سنجی میکردیم. توانستند که در سال 2019 با پیشنهاد 18 نمود لباس یگانه گوشتینگیری را با پیشنهاد محترم رئیس شهر دوشنبه به تهیه رسانند که در سال 2020 علاکه نمود ملی زیاده از 5000 سال داشته، یعنی که تاریخ داشته، صاحب لباس یگانه گردید. و شروع از سال 2020 ما توانستیم که با لباس یگانه خود جلبی 8 دولت خارجی را در تاجیکستان آورده اولین جام محترم رئیس شهر دوشنبه اوید به کشتینگیری را برگزار نماییم و بعد از آن در سال 2021 توانستیم که قاعده های نوی کشتینگیری را به نشر رسانیم. من بسیار خوشحال شدم وقتی که کشتین ملی مقام بین المللی را گرفت و نگفته نمانیم که این خدمت های بزرگ پیشوای معظم ملت می باشد و رئیس شهر می باشد که پیوسته کوشش کردن که کشتین ما کشتین جهانی شود و وقتی که کشتین ما کشتین جهانی شد با ما ورزشگران باز یک نیروی تازه داد که ما می توانیم به جهانیان هنر ملکه خود را پیشکش کنیم. در سال 2021 باشد با پیشنهاد محترم رئیس شهر دوشنبه و با پیشنهاد فدراسیون کشتینگیری تاجیکستان ما توانستیم که این نمود ملی اجدادیمان را در عدلیه شهر څوریخ دولت شویتزاریا همچون فدراسیون بین المللی ثبت نام نماییم. طبق سند داخلداری ریاست عدلیه و کارهای داخلی کشور شویتزاریا 17 ایون سال 2022 کشتینگیری در عرصه جهانی مقام قانونی گرفت. دولت دنیا یعنی که فدراسیون های ملی خود را گشودند و با زبان تاجیکی در مثلا عین داوری مثلا سخن می‌رود. پس برای ما این موفقیت نیست وقتی که در عرصه بین المللی کلمه شیرین شیردار تاجیکی را میفهمی میشنوی یک حس میکنی که منم مثلا سربلندی منم یک ملت سربلند هستم که امروز توانستیم موقع خود را در عرصه بین المللی جا سازیم. پس از صاحب گردیدن با سرتیفیکات سطح بین المللی 22 یولی 2022 ما همچون فدراسیون بین المللی ثبت نام گردیدیم و شروع با تأسیس فدراسیون ها در دولت های خارجی گردیدیم. همین خیل توانستیم تا سال 2023 زیاده از 25 دولت های آسیا که فدراسیون تأسیس دیم و اولین چمپیونات آسیا اوید به کشتینگیری را در سال 2023 برگزار نمودیم. حتی شنیدم که یعنی کشتین ملی ستاتوسی بین المللی فدراسیون بین المللی را صاحب شد. راستی
هیچ باورگی هم نیامد و فقط افتخار از آن کردم که امروز منم صاحب همچون صاحب وطن و همچون صاحب نمود گوشتین در عرصه بین المللی میتوانم سر خود را بلند بردارم. وقتی که ما در این یا آن مسابقه در مثلا در گوشتین جودو، کورش، مثلا سامبو اشتراک میکردیم، همون دولت هایی که همین مال را دارن از خودتون دارن، مثلا سامبو روسیه، جودو ژاپنیا و دارن، همه وقت سرشان بلند است و همه وقت گپ آنها میدود چون که صاحب گوشتین هستند. امروز شکرانه از آن میکنیم که ما هم توانستیم، یعنی که مادر تاجیک چنین فرزندان باور و با ناموس را با وای رساند و در خون و وجود آنها حس ملی را وارد کرد که توانستند امروز گوشتین ملی را در عرصه بین المللی بردارند. میگن قدر زر و زرگر میداند. آن نفری که در ورزش کار کرده است امروز صاحب چنین گوشتین ملی در عرصه بین المللی صاحب شده است. من فکر میکنم از این دفعه برای ملت تاجیک قهرمانی، جسوری و جوانمردی دیگه دیده نمیشه. پیش از برگزاری اولین چمپیونات جهانی گوشتینگیری که در سال 2024 برگزار گردید، قبلا ما 4 مسابقه سطحی بین المللی گذرانیده بودیم. الکی مردم خارجی با این نمود ملی ما الکی شناس بودند. باز هم این ما توانستیم که در دولت‌های خارجی سمینارهای داوری، مربیگی برگزار نماییم. به نهایت یک لحظه های تاریخی، یک لحظه هایی که در دل تا ابد باقی میماند و وقتی که با من به میدان وارد می شدم، جمهوری تاجیکستان، پرچم جمهوری تاجیکستان به میدان گفته اعلان میکردند، یکی در دل همون لحظه هایی بودند که همون عذاب هایی که همون مهنت هایی که چندین سالها برای وطن، برای ملت، برای دولت شبانه روز تمرین میکردیم و وقتی که این لحظه ها رو تو پسی سر میکنی و باور کنید همون به نهایت من خود رو همچون خوشبختترین انسان احساس میکردم. منتخب میزبان تاجیکستان را استقبال میگیریم. And welcome the team of Tajikistan. 63 دولت توانست که در اولین چمپیونات جهانی گوشتینگیری شرکت نمایند و آزمایش‌های که خوب نشان دهند و مدال‌های که طلا، نقره و برنجی به دست بیارند. حضور هر یک شما را به نخستین چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری که در پایتخت سرزمین بهشت‌آسای تاجیکستان شهر دوشنبه دایر می‌گردد صمیمانه خیر مقدم می‌گویم. من با قهرمانی جهان تا روخت رسیدم خیلی یک راهی پرپیچ‌تاب بود که طی کردم. بعدا با چمپیونات جهان روخت رسیدم. اولا در سال 2024 ماه فوریه بود
чемпионати тоҷикистон баргузор гардид ки ба мо гуфтанд касе ки дар ин чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон ғолиб мебиёяд мустақиман рохат мегирад ба чемпионати ҷаҳон. аммо ман бо 5 ҳарифи худ дастболо шудам, сазовори ҷои аввал шудам дар чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон, аммо рохат нашуд. Сармураббии тими мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон Хуршед Убайдуллоев ба мо ҳама варзишгарон гуфтанд ки касе ки дар чорумии инҷоми раис шаҳри Душанбе ғолиб мешавад, ҷои аввалро мегирад, мустақиман рохат мегирад ба чемпионати ҷаҳон. ҳатто ашкам ҷорӣ шуда истодааст. ин ашки шодӣ аст, ашки хушҳолӣ аст, ашки пирӯзии фарзанд аст. ва ҳамин тавр ва Кароматулло Ҳакимов унвони қаҳрамонии ҷаҳонро ба даст меорад дар нахустин мусобиқоти бонуфуз чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ ва ҳама хушҳол аст ва ба хотири пирӯзии Кароматулло Ҳакимов каф мекӯбад. Воқеан талош дошт, заҳмат дошт, кӯшиш дошт. тайёриҳо хеле пай дар пай буданд, хеле мушкил буданд, барое ки мо медонистем ки ин як масъулияти сангин аст, бинобар сабабе ки қаҳрамонии ҷаҳон дар тоҷикистон мегузашт. мо бояд кӯшиш мекардем ки ҳарчи зиёдтар медалҳои тиллоро ба даст орем ва дар рафти сабқатҳо хеле ҷолиб буданд ва душвор буданд ва новобаста ба душвориҳо бинобар сабабе ки тамринҳои мо хуб буд ва омодагиҳои мо хуб буд ба ин мусобиқа, мо тавонистем медали тиллоро ба даст орем. гӯштингириро ба даст меорад. бисёр ҳам натиҷаи муҳиму таърихӣ дар рӯзи аввали ин мусобиқаи бонуфуз. албатта ин барои мо хеле як чемпионати фаромӯшнашаванда буд ки дар ин иштироки пешвои маъзами миллат яъне ки ҳузур доштанд. бисёр барои мо як мусобиқаи хотирмон буд ки муҳтарам ҷаноби олӣ то охири вохӯриҳои ниҳоӣ яъне ки иштирок доштанд, тамошо карданд, маросими кушодаи шавиро тамошо карданд ва махсус дар вазни то 65 килограмм ки қаҳрамони ҷаҳони тоҷик Муллораҷаб Халифаев аз дасти муҳтарам ҷаноби олӣ яъне ки медали тилло тақдим гардид ба онҳо дар маросими мукофотонидани ҷоизаҳо. фикр мекунам бисёр як мусобиқаи фаромӯшнашаванда, чемпионати фаромӯшнашаванда дар таърихи бойгонии Федератсия ва Тоҷикистон боқӣ мемонад. сонияҳо наздик мешаванд барои нишондоди таърихӣ ва ҳамин тавр дӯстони азиз вақт ба анҷом мерасад. Муллораҷаб Халифаев дар вазни 65 килограмм аз Тоҷикистон унвони қаҳрамонии ҷаҳонро дар нахустин чемпионати ҷаҳон дар риштаи гӯштингирӣ ба даст меорад. тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист ки 5 медали тилло аз аввалин чемпионати ҷаҳон ба даст биёранд ки дар ғолиби дастаи Тоҷикистон мақоми аввалро ишғол намуд. ҳамон нафароне ки мебинем, рафиқоне ки мебинем ва меоянд ба кишвари мо ба тарзи мусобиқагузаронӣ ва тарзи масалан маҳсулияти баланди баргузории чорабиниҳоро медан, лаби ҳасрат мегазанд
و پرسان میشوند که شما چه کردید، چه توانستید که در یک مدت کوتاه چنین مسابقه ها رو در سطح بلند گذرانده ایستاده است. وقتی که این سخنان را ما میشنویم، شخصا من فخر میکنم، افتخار از آن میکنم، شکرانه از آن فرزندان به عار و ناموس میکنیم که امروز توانستند ملت دولت در عرصه بین المللی همچون دولتی مهمان دوست و همچون پهلوان پرور شناس کردند. برگزاری مسابقه های سطح بین المللی عاید گوشتین ملی علاقه خاراکتری عنعنوی پیدا نموده در ردیف معرفی فرهنگ ملی، همچنین تشکیل مسابقه ها عاید ورزش اجدادی به استانداردهای جهانی برآورده شدند. ما وقتی که در همین کلمه تحقیقی همه گوشتین هایی که در جمهوری تاجیکستان عمل میکنند، مثلا گوشتین ملی است، باید تغییرات ها، یعنی که از حساب سرعت، از حساب مثلا تکنیک بلند، تغییرات ها در مثلا گوشتین ملی وارد کنیم که این هم باعث باز هم پیشرفتی خود ورزش تاجیک می شود. از سال 2024 تا این جانب فدراسیون بین المللی گوشتینگیری با دستگیری های محترم رئیس شهری دوشنبه با دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان توانست که در 74 کشور دنیا، یعنی که تأسیس فدراسیون دهد و چه با واسطه عدلیه هر یک کشور و چه با واسطه کمیته ملی المپی کشورها و با واسطه وزارت ورزش هر یک کشور و با واسطه اساسیاسیون های نمودهای گوشتنده هر یک کشور توانستیم که تا این زمان در 74 کشور جهان تأسیس فدراسیون گوشتنگی را دهیم و بعضا این در دولت‌های اروپا، در دولت‌های عرب، مصر عرب امارات سمینارهای سطح بین المللی برگزار نمودیم که عین زمان فدراسیون بین المللی گوشتنگیری 36 داور سطح بین المللی خارجی رو که دارا است. در تمام ناحیه ها، شهر و ناحیه های جمهوری تاجیکستان همین چورابینی های نوروزی، اصلا نوروزی ها بسیار میشه، یعنی 2 ماه 3 ماه دوام میکند. صد تشکر برابر اولی مملکت که همین مثال 1 هفته و 2 هفتهش نمونده است. 2 ماه 3 ماه تا همین روزهای نزدیک گوشتنها در تمام گوشه و کنار همه مخلصان میروند بسیار خرسندی میکنند. اینقدر مکافاتای به درجه عالیش میدن. این یک هوسمندکنی ورزشکاران جوانان است. ببینید که اینقدر مخلص، اینقدر تالارا پوری ورزشگری گوشتینند. ناحیه زیبا منظر خوالینگ یک مسابقه بانفوذترین که زیاده از 40-50 هزار مخلص جمع شده بود و ورزشگران از جمهوری همسایه ما ازبکستان و فدراسیون روسیه تشریف آورده بودند که برای ما یک امتحان بود و خوشبختانه در همانجا در گوشتینگ در میدان یکی از پهلوان‌های شناخته جمهوری ازبکستان، قهرمان 5 کاراته جهان اوید به کورش، قهرمان 2 کارات بازی‌های آسیایی، یکی از مشهورترین و بزرگترین پهلوان‌های همسایه ما برادر ما محسن حسامیدینوف بود که وقتی که او با یک حریف تاجیک قواسنجی کرد و دستبالا شد و در میدان زیاده از 1 ساعت او در میدان نشست و یگان پهلوان تاجیک در پهلوی او ننشست و تمام مردم خواستند که یک پهلوان با او قواسنجی کنند. تمام مردم پزمان غلبه یک ورزشگر تاجیک بود. ما همچون مخلص رفته بودیم و همان لحظه ها یک غرور ملی، یک ننگ و ناموس تاجیکانه ما را بیدار کرد و من به میدان وارد آمدم. در سیاره پهلوان رقم 5 در میان استادان جودوی دنیا ینوار سال 2021 در دوحه قطر دریافتی مقام 5م
در صدر بهترین های دنیاست با افتخارش 1 قرصک زنیدتون. و همین خیل شد که ما تقریبا 10 دقیقه قواسنجی نمودیم و مردم به نهایت مخلصی زیاد میکردن و زیاده از گویم 30,000 نفر فقط در گوش حرکت بکن تیمور تو میتوانی همین خیل صداها در گوش من بسیار صدا میداد و با یک اصولی که بسیار اصول عجایب بود، اصول حلوک بیرونه که یکی از اصولهایی که به من پسند است همان را اجرا نمودم و او را به تخت پشت افت وقتی که من از جایم برخستم تمامی مردم تمامی مخلصان از جای برخسته کفکوبی میکردن که این یکی از بهترین همان لحظه های میدانداری تیمور رحیموف در گوشتینگ ملی تاجیکی بود که با یک اصول با یک پرتاف تمامی مردم سربلند تاجیکستانی عزیز را شاد نمودیم. برای من به نهایت یک لحظه های فراموش نشونده بود و من به نهایت افتخار از آن میکنم که من در همانجا توانستم که با یک ننگ و ناموس تاجیکانه با یک غرور ملی میدانداری کنم و پرچم تاجیکستانی عزیز را در همان میدان بالا بردارم. آرزو میکردیم که یک مسابقه بین‌المللی در کشور ما گذرد. امروز میتوانیم بازی‌های آسیایی، چمپیونات آسیا و بازی‌های از چمپیونات جهان را در خود کشور همچون صاحب کسب، صاحب جشن، یعنی که پیشواز گیریم. داشتیم اولین دسته را، مردهای کمر بسته را، داشتیم اولین دسته را، مردهای کمر بسته را، پیکری هر کدام آهنین، روحی هر زور و سنجش متین، سبقتی تن به تن گوشتین گوشتین، آبروی وطن گوشتین گوشتین، سبقتی تن به تن گوشتین گوشتین، آبروی وطن گوشتین گوشتین، از دلی باستان این صداست این صداست، گوشتین سبقتی خلق ماست، گوشتین سبقتی خلق ماست. And it's my first visit here to Tajikistan. I just arrived this morning and I'm here for the Gushtingiri. این اولین سفر من به تاجیکستان است و ما پای انعکاسی برگزاری چمپیونات جهان اوید و گوشتینگیری کار میکنیم. گوشتینگیری نوعی ورزش ملی مردم تاجیک است و اکنون این ورزش تبدیل به یک ورزش جهانی میگردد. علاقه 63 مملکت دنیا آن را اعتراف کردند و اینجا اشتراک میکنند. در کنگره امروزه علاقه این موضوع بررسی شد و امیدوارم که با چنین نقشه ها گوشتینگیری در عالم مشهور می شود. نظر من نسبت تاجیکستان خیلی عالی است. از روز اول خود را خیلی خوب و راحت حس می کنم. آدمان اینجا خیلی خوب با یکدیگر مناسبت دارند. هوای تازه و فضای خیلی آرام دارد تاجیکستان. Everybody has been so welcoming so far. You have a very fabulous city. Architecture stunning, very green, and it's very nice to see so many welcoming people who are happy to have us here, and we feel very privileged to be here today.
از قبل این ورزش به صورت سنتی بود ولی به صورت کلاسیک و دانشگاهی هیچ چیزی در واقع نداشت. ما شروع کردیم 57 تا تکنیک این رشته رو استخراج کردیم، نامگذاری شد و آکادمی زبان و آکادمی علم‌ها تایید کرد در واقع اسامی رو. بعد از اون ما آمدیم سیستم رده‌بندی کمربند براش تعریف کردیم، 16 تا کمربند که هنرجوها از ابتدایی که وارد رشته میشن تا انتها چه کمربندهایی رو میگیرن و سیستم مربیگریش، سیستم داوریش، قوانین داوری، قوانین مربیگری و همه رو بروز کردیم. میزبانی یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی سال یا خود دومین چمپیونات جهان آید به گوشتین میلی روزهای 15 و 16 اوگوست سال 2026 در شهر دوشنبه به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان خواهد گردید. فدراسیای گوشتینگیری تاجیکستان در یک جایگی با فدراسیای بین المللی گوشتینگیری عین زمان همه شوراهای ضروری را برای در سطح بلند کسبی برگزار نمودن دومین چمپیونات جهانی گوشتینگیری به راه مانده است. این مسابقات ما انتظار داریم که از مسابقات قبل بسیار بهتر، با شکوه‌تر و در واقع در سطح و لول بالاتری برگزار شود. ولی شما هر مسابقه‌ای که در کشور تاجیکستان داره برگزار میشه در سطح و لول بسیار بالایی برگزار میشه در رشته‌های مختلف. ما باید همه وقت نسبت دیگر نمودها، نسبت دیگر دولت‌ها فعال باشیم و برتری هم داشته باشیم، چون که این گوشتین یگانه ما مثلا در دیگر دولت‌ها مثال 3 4 5 سال مثلا عمل کند، در ما قصیده است 1000 سال زیاد این گوشتین عمل میکرد و از حساب تجربه و از حساب مثلا مهارت و ملکه ما باید فرق کنیم و دسته منتخب جمهوری تاجیکستان رو در سطح بلند نگاه داریم و پرچم جمهوری تاجیکستان بین دولت ها باوری دارم جلوه‌گر می‌گردد. کارمندان فدراسیای بین المللی گوشتینگیری عین زمان برای باز هم در سطح خوبتر و کسبی گذراندن همه نقشه ها، همه دیزاین ها، همه راه ها رو یعنی که پیش برده ایستادن که این مسابقه یک مسابقه خاطرمان باقی ماند. من فکر میکنم که اگر همی خیلی سعی و کوشش کنن نسبت به گوشتین باز هم اعتبار کلان دیان، گوشتین ما تا حد برابر گوشتین جودو میشود. یعنی که حاضر همه کوشش میکند که در این چمپیونات جهان اومده در همین چمپیونات جهان اشتراک کنم. من همچون یک ورزشگری تاجیک با تمام ورزشگران خودمان تمنا دارم که هر چی میتوان تمنا دارم که مدال طلا را به دست بیارم و گویم که مسئولیت من به آنها هر چی میتوانند جام به دست دارند، جام فدا کنند، مدال طلا را به دست دارند برای آنکه پرچم جمهوری تاجیکستان باز بلند برداشته شود. برای ورزشگران ما یک وقتی هست که معرفگری دولت و ملت خود باشند و ما نیز باوری کامل داریم که ورزشگران ما، پرچم برداران ما با یک حسی بلندی وطنداری، با یک حسی گویم که معرفگری دولت و ملت خود باشند. بزرگی میگه راهی روشن زی بزرگانی کهنسال طلب، راهی روشن زی بزرگانی کهنسال طلب، آبها صاف در ایام خزان میگردد. سخنها و پند و نصیحت‌های کلانسالان با تجربه را باید جوانان در معینه‌اش قبول کنند، کوشش غیرت کنند، کمر همت ببندند برای پیشرفت جامعه و برای پیشرفت ملت و دولت عزیزمان.